الدهیره رئیس جمهور و با صدر اعظم این شخص مشهور برای افتتاح بند سلما شدیم از مقدمشان جمله مسرور. برای افتتاح بند سلما شدیم از مقدمشان جمله مسرور. چون صدر این رئیس دولت ما نمایان افتتاح بند سلما کذا و برق او گدین سرافراز شود این موهبت مسرور دلها. ستایش میکنیم این دوستان را که همکاری نمود افغانستان را طی چند سال و در اعمال این بند توجه داشت سعی بیکران را توجه داشت سعی بیکران را توجه داشت سعی بیکران. اتو ساقتم شب ساقتم اتو ساقتم شب ساقتم آنند منگل منگلم آنند منگل منگلم اتو ساقتم شب ساقتم اتو ساقتم شب ساقتم نی پریم بهارت بارتم نی پریم بهارت بارتم اتو ساقتم شب ساقتم اتو ساقتم شب ساقتم اتو ساقتم شب ساقتم.
الله الرحمن الرحیم. افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس جلالتمآب محمد اشرف غنی در هند دوست دیوان صدراعظم جلالتمآب نارندرا مودی در هرات ولایت نوازی امرالله خان مطهر که نازل و دیر و درنو او د قدر وړ کورنیو او بهرنیو مېلمنو دوستانو عزیزانو او حاضرینو در ټولو دمخه ستاسو ټولو راتګ او تشریف راوړلو ته په دې شانداره او پرتمینو مراسمو کې چې د هرات په ولایت کې د یوې لویې لاسته راوړنې یعنې د افغان هند د دوستۍ د سلما د بند د پرانیستنې او د ګډ اخیستو په اړه جوړه شوې ده ښه راغلاست او هرکلی وایي. گزار نهایت گرامی و امید این که در آینده‌های بسیار نزدیک در سایر نقاط گوشه و کنار کشور شاهد تطبیق و عملی شدن همچون پروژه‌های مشابه عامل منفعه باشیم. مراسم امروزی خویش را با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز می‌کنیم. از جناب محترم قاضی امان‌الله ایوبی احترام و تقاضا به عمل می‌آوریم تا محفل امروزی ما را با تلاوت از آیات چند از کلام الله مجید تیمم و تبرک ببخشند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. و جناب قاری صاحب امان‌الله ایوبی نردیر مننه و حال سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان و کشور هند نه که دیگر و قرن زنده است و ما روایتی امان‌الله خان توسط تیم باندو نواخته و پخش می‌گردد.
به مراسم طیبت که افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس جلالت مآب محمد اشرف غنی در مراد رانندگان و روچه به خطاب جلیس تشریف راوړي او خپله وینا د همدې نننۍ مراسمو په اړه تاسې درنو ګزارو او مېلمنو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب نریندر مودی صدر اعظم کشور دوست و گرامی هندوستان، تشریف آوری شما و هیئت همراهتان را به خانه دومتان افغانستان و مخصوصاً به ولایت باستانی هرات صمیمانه خوش آمدید میگویم و به نمایندگی از مردم افغانستان، مردم هرات، ساکنان چشت شریف و به خصوص از طرف کسانی که خانهشان با نور بند دوستی افغان هند در سلما روشن و زمینشان با آب آن سرسبز می شود، به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان می کنم. امروز آرزوی دیرینه مردم ما بعد از 40 سال با کمک شما به سرانجام رسید. تشکر. اجازه را کړئ د شهید سردار محمد داود خان روح ته دعا وکړم چې څه د پاسه 40 کاله وړاندې د دغه شکومند بنسد کیښود، تر څو خلک له هغه وروسته هوسا ژوند وکړي. همدارنګه د ملي امنیتي او دفاعي قوانه مننه چې د دغه پروژې امنیت تامین کړ او د هغه سرتیرو، افسرانو او انجینیرانو ارواوې د ښادې وي چې خپل خوږ ژوند او ځانونه یې په دې لاره کې قرباني کړل، تر څو د دې لویې پروژې د سرته رسېدو شاهدان اوسو او د ټولو هغه زړه سوانده مسئولینو مننه ادا کوم چې زحمتونه یې رنگ او ثمر راوړل. در اینجا جای دارد که تشکر کنم از جناب محمد اسماعیل خان که از سالهای خدمتشان به عنوان والی هرات به این آرزو می اندیشیدند و از دکتر سید قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری و انجینیر علی احمد عثمانی که همراه به همکاران پرتلاش خود در وزارت انرژی و آب در به ثمر رساندن آن نقش اساسی داشتند. چشت درگاه خواجه نظام الدین اولیا در دهلی تا به امروز برای همه ادیان گشوده است. جلال الدین اکبر مغول اعظم پادشاه اصلاح طلب هندوستان راه و رسم خود را از طریقه چشتیه الهام گرفته بود. امروزه لازم است که طریقت‌های چشتیه، نقشبندیه، قادریه و سهروردیه و سایر مکتب‌های عرفانی ما مورد توجه قرار بگیرد تا چهره صلح‌آمیز دین ما از پس گرد و غبار که افراطگریان برپا کردند حقیقت تابناک خود را نمایان سازد. افغانستان رابطه دیرینه و دوامدار به هندوستان داشته و میلیون ها نقطه پیوند دارد. هرات از آغاز قرن دهم هجری به این سو 8 بار به ویرانی کشیده شد
و هر بار با عزم استوار از زیر ویرانه‌ها سر برآورد، عظمت خود را احیا کرد و در برابر تاریخ خط برافراشت. هر بار که ویرانی در این ولایت رخ داد، یک موج به سوی هند برافتاد و در عرصه‌های فرهنگی، ادبی، تجارتی و غیره تأثیر خود را به جا نهاد. هرات گهواره فرهنگ، دانش، عرفان و تمدن بوده است. بزرگان مانند خواجه عبدالله انصاری پیر هرات، خواجه معی‌الدین چشتی و خواجه قطب الدین مودود چشتی، سلسله‌داران بزرگ عرفان، عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامور طریقت نقشبندی، امام فخرالدین رازی متکلم بزرگ اسلام و صدها نابغه ادب و اندیشه در دامن پرمهر این خاک پرورش یافته، در سایه‌سار آن زیسته و در خلاصه از افغانستان دیروز و امروز و روزنه گشوده به سوی فردای روشن این سرزمین است. هرات یکی از و هند را به هم پیوند می دهد. زیبایی های معماری و هنرآفرینی های کلک خیال انگیز نقاشان و خطاطان هرات، بلخ و کابل در روزگاران مختلف و مشابهت های دلانگیز آن با زیبایی های هنری هندوستان نشانه دیگر از الهام گرفتن از یک سرچشمه معنوی و نور گرفتن از یک منبع پرتوافشانی است. موسیقی و نوای هماننده که از حنجره هنرمندان هر دو کشور برمیخیزد، سوز و شور یا هم افق شدن استادهای سترگ انسانی در جایی است که رنگها به بیرنگی، جدایی‌ها به وصل و تفاوت‌ها به هم مانندی تبدیل می‌شوند. پیوند ما با هند جلوه‌های گوناگون دارد. در گذشته شهرهای قدیم ما دروازه‌های به نام شهرهای هندوستان داشتند. ادبیات ما سبک مشهور و گرانسنگ به نام سبک هندی دارد که چهره سرآمد آن مرزا عبدالقادر بیدل، شاعر عارف مسلک دهلی است، کسی که بسیاری از شاعران افغان تا به امروز او را الگوی خود در شعر و عرفان می‌دانند. در سیاست آزادی خواهی و استقلال طلبی نیز هر دو کشور تأثیرات متقابل بر همدیگر داشتند. همچنان که اولین حکومت جلاوطن هند در افغانستان تأسیس شد و نوزدهای اصلاحگرانه افغانستان بعد از دهه 40 از آرمانهای مهاتما گاندی و ابوالکلام آزاد الهام گرفتند. همدارنگ از مو نیکونو لتیرو زمانو راهیسه د روزگار د خرابوالي په وجود وکولای شو چې خپل رسالت په جد و د دوی اولادونه عالی انساني ژوند ته ورسیږي. موږ نن هم دغلته راغلي یو چې د دو هیوادونو ترمنځ د یوې لویې همکاري په مناسبت دغه زوړ پیمان تازه کړو، دغه عظیم میراث ژوندی او دغه همکاري تلپایه کړو. کمک مردم و دولت هندوستان و برافراشتن بند دوستی افغان هند در سلما بر بلندای چشت شریف، تجدید رابطه دیرینه هرات و هند و همچنان تحکیم رابطه امروز دو کشور در سطح ملت و دولت است. بنای این بند
علاوه بر نقش حیاتی در بازگرداندن نشاط و امید به خانه هزاران افغان ساکن این خطه، در قرن 21 است. مسیر همکاری برای آبادانی، برای استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع طبیعی، برای حفاظت نیکوتر از محیط زیست و فضای سبز، برای پاسداشت شایسته تر از آب، برای پشت سر نهادن روزهای خوش این بدان معناست که می توانیم در بخش امید، نور و تراوت، نه در پراکندن هراس، تهدید و ظلمت سهم بگیریم. یعنی بدرود گفتن و سیاست‌های منسوخ به میراث مانده از روزگار جنگ سرد و گشودن صفحه تازه در تاریخ این منطقه، صفحه آکنده از همدلی، همدردی و همراهی، صفحه آراسته به آشتی، صلح و دیگر پذیری. ما از این رو سپاس خود را از هندوستان دوچندان می کنیم، زیرا الگویی را به همین دلیل است که امروزه نام هند در کشور ما و در منطقه با خاطره های شیرین، تاریخی و به یاد ماندنی گره خورده است. مردم افغانستان هند امروز را با بنای ساختمان زیبا و شکوهمند پارلمان افغانستان میشناسند که هدیه پرمعنا و گرانبهای بزرگترین دموکراسی جهان و دموکراسی جوان و نوپای ماست. با شاهرای دلارام زرنج میشناسند که خط اتصال تجارت و بازرگانی برای مناطق محروم مانده از انکشاف ماست. و اکنون با سلما میشناسند که سرچشمه نور و خرمی برای هزاران خانواده ماست. علاوه بر آن، هند بیش از 200 پروژه خرد و بزرگ دیگر را برای کشور ما به انجام رسانده است. با کمک این کشور ردوست فرصت‌های آموزشی به بیشتر از 17,000 جوان افغان فراهم گردیده است که سرمایه عظیم بشری را تشکیل می‌دهند و در رقم زدن با آینده کشور و تداوم دوستی میان دو ملت نقش انکارپذیر خواهند داشت. امروزه جوانان ما در ورزش کریکت از کشور هند الگو میگیرند و تشکر از همکاریتان جناب ما صدر اعظم. اینک هند برای ما به معنای روشنایی، سرسبزی و پویایی است. امروز با افتتاح بند سلما نسل اول پروژه های کمکی بزرگ هندوستان به اتمام می رسد و امید است در فرصت های مناسب شاهد آغاز نسل دوم چون پروژه های بزرگ و ماندگار باشیم. موږ دواړه لوري په دې باور یو چې له دې دواړو هېوادونو څخه د هر یو آبادي او پرمختګ د بل د پیشرفت په معنا دي. موږ همغسې چې مشترک تیر تاریخ لرو، همدارنګه مو نن او سبا هم مشترک دي. موږ د دغه مشترک سبا د جوړولو لپاره له نیکه مرغه مشترکه دیدګاه لرو. تروریزم د منطقې له لویو ستونزو څخه دی چې افغانستان له هغه سره د مبارزې په لومړی خط کې قرار لري. زموږ د سیمې اړتیا دا ده چې موږ د تروریزم مشترک تعریف ته ورسیږو او له هغه سره د مبارزې لپاره په ګډه جبهه کې قرار ولرو. دا زموږ د ملتونو د مشترک رفاه لپاره یوازینۍ لاره ده. افغانستان در اینجا متوقف نخواهد شد. ما علی رغم چالش ها و دشواری ها مصمم هستیم که به جلو حرکت کنیم.
این اراده در تک تک فرزندان این سرزمین وجود دارد. به همین دلیل است که علیرغم قربانی دادن فرزندان دلیر خود در برابر تروریسم و افراطگری و تقبل هزینه سنگین این جنگ تحمیل شده، هر روز که می‌گذرد گام جدید برای انکشاف و آبادانی برمی‌داریم. این بدین معنی است که اراده ملت صبور ما درباره تهدیدها سست نمی شود و شعله امید که در دلهای مردم ماست خاموشی نمی پذیرد. در اینجا می خواهم به مردم خود نوید بدهم که بند دوستی افغانستان و هند آغاز سلسله از بندهای آبگردان است که ساخت آنها را روی دست داریم تا دیگر ولایات ما نیز هم برق داشته باشند و هم آب و هم نان و کار. آب خود را با رعایت قوانین بین‌المللی مهار می‌کنیم تا خانه و زمین مردم خود را از سیلاب‌های ویرانگر نجات دهیم. می‌خواهیم زمین‌های تشنه ما که سالیان متمادی از خشکی و خزانزدگی درد می‌کشیدند تازه و سرسبز شوند. ما به دشواری را واقفیم و می‌دانیم که ویران کردن آسان است و آباد کردن دشوار. ما دو کشور برخلاف یک عده که مهمترین هنرشان خراب کردن و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفته ایم و تا به هدف مشترک امحای فقر نائل آییم و یقین قاطع داریم که جبهه آبادانی بر جبهه ویرانگری پیروز می شود. زیرا آبادانی حق است و ویرانگری باطل است. زیرا امید حق است و ناامیدی باطل است. زیرا صلح‌جویی حق است و جنگ طلبی باطل است و ما همه ایمان داریم که حق بر باطل پیروز می شود. تکرار می کنم، حق بر باطل پیروز می شود. اراده ملت ما برای ساختن فردای بهتر اراده آهنین است. ما در این مسیر تنها نیستیم. ما برای آباد کردن خانه مردم تأیید الهی را داریم و پس از آن حمایت دنیا و منطقه را داریم و در کنار خود کشورهای صلح دوست و آبادیخواه مانند هندوستان را داریم که در شادی ما شاد و در اندوه ما اندوگین می گردد. همچنان که ما نیز شریک روزهای سرد و گرم آنان که آبادانی می خواهند خواهیم بود و خواهیم ماند. زنده باد دوستی افغانستان و هند. ژوندی دوی افغانستان، یشسن افغانستان و پاینده باد رای آبادی و همکاری. در مورد افتتاح بند سلما و مراسم
Now we invite His Excellency, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, to please deliver his address. His Excellency President Ashraf Ghani, distinguished cabinet ministers of the government of the Islamic Republic of Afghanistan, His Excellency Muhammad Asif Rahimi, Governor of Herat, friends, I am delighted to return to Afghanistan. Honored to be among the people who have set the standard of courage for our age. Privileged to see again the high tide of friendship in this vast ocean of love for India. This is yet another giant step in Afghanistan's march to progress. And it is a historic moment of emotion and pride in the relations between Afghanistan and India. Thank you, Mr. President, for your invitation and for naming this dam as Afghan-India Friendship Dam. We are truly humbled by the generosity of the Afghan spirit. Rivers have been barriers of great civilizations of the world. In the flow of rivers runs the course of human progress. In the Holy Quran, river is central to the image of paradise. In the ancient scriptures of India, rivers define our nation and were celebrated as the giver of life. And it is a wise Afghan proverb that says, Kabul bejar basha be barf ne. May Kabul be without gold rather than snow. For the snow feeds the rivers that sustain life and agriculture. So today, we are not just launching a project that will irrigate land and light up homes. We are reviving a region, restoring hope, renewing life, and redefining Afghan's future. The dam is a generator not just of electricity, but also of optimism and belief in the future of Afghanistan. The project would not just irrigate the fields of 640 villages in Chiste, Obe, Pashtun Jardan, Karok, Gojara, Injil, Jindjan,
Kosan, and Gorian. It would also bring light to over 250,000 homes in this area. Last December, in Kabul, I was moved by the honor of inaugurating the Afghan Parliament building. It was a tribute to the epic struggle of the Afghan people to shape their future by vote and debate, not gun and violence. On this summer day in Herat, we come together to honor and celebrate Afghan determination to build a future of prosperity. Afghans and Indians dreamed of this project in the 1970s. The last decade speaks to us about the ravages of a long-drawn war. It was a war not of Afghan making, but it was one that stole the future of the entire generation of Afghanistan. And when a new dawn broke over Afghanistan in 2001, we resumed the project again. With resolve and patience, courage and belief, we have together overcome distance and hurdles, threats and violence. Today, the brave Afghan people are sending a message that the forces of destruction and death, denial and domination shall not prevail. They will not come in the way of the dreams and aspirations of the Afghan people. The fields that produce the finest fruits and saffron shall once again come alive with the clear waters of the river. The homes that lived through dark nights of dread will now be lit by the power of hope. Men and women shall once again work the farms and ply the trade with the joy of hard work in peace and security. The soldiers that were once weighed down in the shadow of guns would now bear plows to turn the land green. Children shall again believe in the possibility of a future of education and opportunity. And another young girl poet will not have to live a life of pain, denial, and longing, or see a life of promise cut short. Herat has time and again seen sublime glory and tragic ruin. And the city that once Jalaluddin Rumi held at the finest will rise again. The city that was gateway to the West, South and Central Asia will once again be the hub that will unite the regions
in a peaceful pursuit of prosperity. So, to the people and government of Herat and the government of Afghanistan, I express our deepest appreciation for your support, patience, and understanding, and above all, your belief in us. This dam has not been built by bricks and mortar, but by the faith of our friendship and the valor of Afghans and Indians. And at this moment of pride, we also stand in grief and gratitude for lives sacrificed so that Afghan people will have a future they so richly deserve and so deeply desire. The blood, sweat, and tears of our people are mixed into this earth and have formed between us an eternal bond written into the soil of this land. Bonds that remind us of ancient links between this region and India. For many, the Harirud River is one strand of our connected histories since the ancient Vedic times. Today, the world will see the Harirud River as an abiding emblem of our commitment to a shared future of progress and the friendship dam unite us in solidarity as Chishti Sharif joined us in spirit centuries ago. For it is from here that the Chishti Silsila, our Chishti tradition of Sufism, came to India. Its glorious tradition and teachings resonate through the dargahs of Ajmer, Delhi, and Fatehpur Sikri. It draws people from all faiths with its message of love, peace, and compassion, of harmony among people of all beliefs, of respect for all of God's creation, and service to humanity. Indians and Afghans know that these values, not extremism and violence, define Afghanistan, a nation brimming with poetry of love and spiritual tradition of peace and harmony. And these are the values that give the great Afghan people the patience and persistence to seek peace with their own who have chosen the path of violence and also with those who support them. Afghans have pursued this path despite the strength of their belief that they can defend their freedom like no other people on this earth. And it is on the foundation of these values that Afghans and Indians seek each other, not because they harbor designs against another. Khwaja Moinuddin Chishti, the first of the Chishti saints in India, said that human beings must have the affection of the sun, the generosity of the river, and the hospitality of the earth. He not only had the magnificent landscape of his ancestral land in mind, he could also be describing the Afghan people. So when I came to Kabul in December, in the warmth of your welcome, I saw the kindness of your heart. In your clear eyes, I saw the deep well of affection for India.
In your smiles, I saw the joy of this relationship. In the firmness of your embrace, I felt the trust in our friendship. And in those memorable hours, India witnessed once again the grace of your people, the beauty of this land, and the friendship of our nation. Today, I return with the gratitude and admiration of 1.25 billion people and a renewed pledge of our partnership. Together, our partnership has built schools, health centers, and irrigation facilities for rural communities. It has empowered women with skills and the youth with the education to shoulder the responsibility for Afghanistan's future. We have joined hands to build roads that bridge the distance of your country from Jarans to Delaram and transmission lines that bring power to your homes. Now, India's investment in the port at Chabahar in Iran will give Afghanistan a new route to the world and a new path to prosperity. And to implement that vision, just last month, President Ghani joined President Rouhani of Iran and me in witnessing the signing of Chabahar Trade and Transit Agreement between Afghanistan, Iran, and India. The fruits of our friendship are not confined to Kabul, Kandahar, Mazar, and Herat. They will never be. Our cooperation will extend to every part of Afghanistan. Our partnership will benefit every section of Afghan society because across its difficult geography and across its diversity and beyond the identities as Pashtuns, Tajiks, Uzbeks, Hazaras, Afghanistan must live and prosper as one Afghanistan. For divisions, Afghan people will only help those who seek to dominate the nation from outside. As we work together, we draw strength and confidence from your deep commitment to protect your partnership from the designs of others. When our people are under attack, the brave Afghan guards at their own. They put themselves in the line of fire so that their Indian friends are safe. This is the nobility of your heart and the strength of your friendship. I've seen this from the moment I assumed office as a Prime Minister. For on that day, when terrorists launched a massive attack on our consulate in this city of Herat, the heroic efforts of Afghan soldiers and our personnel saved many lives and prevented a big tragedy. Mr. President, friends, Afghanistan's success is a deeply held hope and desire of every Indian. It comes from the love and admiration for Afghans in our hearts. We want to see your democracy strike deep roots, your people unite, and your economy prosper.
We want to see your art, culture, and poetry thrive. And we want to see your cricketers join the ranks of test players and also seek glory in IPL. But it also comes from the recognition that when Afghanistan succeeds, the world will be safer and more beautiful. When the values that define Afghans prevail, terrorism and extremism will be in retreat. Because we know that extremism and terrorism cannot stop at your border or end at the boundaries of our region. So, in the spreading unrest of our times, the world cannot forget the brave struggle that the Afghan people are waging for themselves and our world. India will not forget or turn away. As I said then, and I will say it again, your friendship is our honor. Your dreams are our duty. India's capacity may be limited, but our commitment is without limits. Our resources may be modest, but our will is boundless. For others, their commitments may have a sunset clause, but our relationship is timeless. We face barriers of geography and politics, but we define our path from the clarity of our purpose. We see resistance and suspicion of others, but our resolve is strong, and your faith and trust guides us forward. Where some doubt your future, we are certain that no force or power can deny the Afghan people the destiny they have chosen, however long and hard the journey may be. So on international platforms and in regional forums, we'll speak in one voice for the Afghan right of a peaceful, prosperous, united, inclusive, and democratic nation. And in the fields, villages, and cities of Afghanistan, we will work together for that future. And whatever happens in a bright or a dark moment, we will always experience, as Herat's great Sufi poet Hakim Jami would say, the freshness and happiness of the gentle breeze of friendship. Thank you for this honor, this affection, and this friendship. और अंत में इसी सप्ताह कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू हो जा रहा है। रमजान का महीना तपस्या और इबादत का महीना होता है, जिसके आखिर में ईद का खुलूस छा जाता है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो भाईचारे का रिश्ता है, ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे।
कुरान में नदियों का जो महात्मा है पैराडाइज के मूल में बताया गया है, उसी समय हेरात की धरती से मैं विश्व भर के मुसलमान भाइयों बहनों को आने वाले रमजान के पवित्र पर्व के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks to His Excellency Mr. Narendra Modi for his kind and very impressive speech. Avuz Afghanistan Jumhuri Riyasat Farhangi Sarafat Ustad Asadullah Hasan Falsafa Ahmad Al-Ilakamche Tashrif Rawi Abu Dhain Sadrazan Jalalat Bab Narendra Modi ka Gazi Akram Allah Khan Yadi Nabati Rekhan Tafis Bharat Afghanistan Islamic Jumhuriyat ve Cumhur-i İslam'dan tahsil kanunlarına var ki. افغانستان او هندوستان هېوادونه اوږده او له ویاړه ډکه دوستي لري. د افغانستان د بیا رغونې په بېلابېلو برخو کې د دوست هېواد هندوستان مرسته د دغې دوستۍ ثبوت دی. زموږ د هېوادونو ترمنځ د دوستي په لا ټینګښت او پراختیا کې د دواړو دولتونو د ولسونو استازو او سیاسي مشرانو اغېزمن ګامونه اوچت کړي دي. په دې برخه کې د دوست هېواد هندوستان لومړي وزیر جلال المآب نریندرا مودي د افغانستان او هندوستان د دوستي په لا زیاته پیاوړتیا او پراختیا کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. په همدې خاطر د جلال المآب نریندرا مودي د قدر وړ کړنو د ستاینې د افغان هند دوستي د باندې د کار د بشپړېدو په ویاړ او د دوست هېواد هندوستان د خلکو او دولت څخه د دوی د رښتینو مرستو د مننې په خاطر د افغانستان د اساسي قانون د 40 مادې د 19 فقرې د حکم سره سم د دوست هېواد هندوستان لومړي وزیر جلال المآب نریندرا مودي ته د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازي امیر امان الله خان عالي دولتي نشان ورکړه منظوروم. Ustad Hasan Falsafa